خب اومدیم با یک آموزش فید دور سر. با ما همراه باشید. در مرحله اول از شونه الحاقی 4.5 استفاده میکنیم و دامنه فید رو مشخص میکنیم. خب قسمت سفید فیدمون رو با تریمر اجرا میکنیم. حالا در این مرحله با شیور قسمت روشنمون رو روشن‌تر میکنیم تا فیدمون زیباتر بشه. در مرحله بعد شونه الحاقی شماره 3 گارد بسته تا زیر خط شماره 4.5 اجرا میکنیم. دقت داشته باشین گارد بسته. در این مرحله بدون شونه الحاقی گارد ماشین باز بین خط 0 و شماره 3 رو محو میکنیم. حالا با شونه الحاقی شماره 1.5 خط ایجاد شده بین گارد باز و شماره 3 ماشین رو محو میکنیم. دقت داشته باشین که با گوشه ماشین شروع به محو کردن میکنیم. در این مرحله با شونه 4.5 گارد باز لبه خط شونه 4.5 گارد بستمون رو برمیداریم. امیدوارم این آموزش به دردتون خورده باشه. لطفا برای حمایت ما رو سابسکرایب کنید و با نظراتتون از ما حمایت کنید.